سلام، فهیمه حسینی هستم. امشب میخوام درباره هورمون کورتیزول صحبت کنم. اگر صبحها خسته بیدار میشی، شبها خوابت نمیبره و مدام هوس شیرینی داری، ممکنه کورتیزول بدنت از تعادل خارج شده باشه. کورتیزول به عنوان هورمون استرس معروفه. وقتی بیش از حد بالا باشه ممکنه باعث استرس، اضطراب، افزایش وزن شکمی، بیخوابی و خستگی بشه. اما جالبه بدونی همیشه بالا بودن کورتیزول مشکل نیست. گاهی پایین بودن اون هم میتونه باعث ضعف و بیحالی و کاهش انرژی بشه. من برای حمایت از سبک زندگی سالم و آرامش بیشتر از این معجون گیاهی استفاده می کنم. اگر دوست داری بیشتر بشناسی، کلمه سلامتی رو کامنت کن. اگر از این ویدیو خوشتون آمد، ساب کنید.